داره در تیم NEC بازی میکنه و او در این فصل به ترکیب اصلی داماش آمده. عادی محمدی یک بار دیگه فرهاد مجیدی، یه شوت و گل برای استقلال توسط فرهاد مجیدی. تعویض طلایی امیر قلعه‌نویی استقلال پیش میندازه. استقلال 2 داماش 1. دو بار حرکت کرد از اون سمت، دومین بار دیگه دروازه داماش رو باز میکنه. حالا استقلال پیش میفته در 68مین دقیقه بازی و خوشحالی هواداران حاضر نگاه کنید. پشت نظیفکار محمد مختاری هم نتونست جمع کنه و اینگونه شوتش رو میزنه به زاویه مخالف و دروازه باز میشه. سرزر اصلا اجازه نداد مختاری برسه و اینجاست که ارزش‌های یک مهاجم با تجربه و ششدانگ مشخص میشه. از زیر دستان علی دهقانی توپ عبور کرد تا داماش فکر جدی برای دروازه خودش باید بکنه.